بینندگان عزیز، با گرمترین و صمیمانه ترین درودها بر همه شما عزیزان. باز همین سعادت رو دارم که در خدمت شما باشم و دیداری رو با هم تازه کنیم و همچنین مهمان عزیزی رو که هفته گذشته از اتریش به شهر ما تشریف آوردن خدمتتون معرفی کنم. قبل از هر چیز باید بگم که این مهمان عزیز خانم دکتری هستن که همراه با 2 دختر نازنینشون در اتریش اقامت و طبابت میکنن و همچنین یکی از برجسته ترین خوانندگان موسیقی سنتی ایران هم هستند. صدای این مهمان عزیز از اوج و زیبایی خاصی برخورداره و مطمئن هستم که بسیاری از شما چه از طریق سمعی و چه از طریق بصری با این هنرمند به گونه‌ای آشنایی دارید. خانم سروش ایزدی. خانم ایزدی، به شهر ما و به تلویزیون رنگارنگ خوش آمدید. متشکرم. با سلام خدمت بینندگان عزیز. خیلی خوشحالم که در جمع شما هستم و میتونم صحبتی با شما داشته باشم. خواهش میکنم. ما هم خیلی خوشحال هستیم که شما رو در بین خودمون داشته باشیم. فکر میکنم اولین سوالی که برای بینندگان ما هم مطرح میشه اینه که از چه سنی شما این استعداد خودتون رو کشف کردید و چطور اون استعداد رو دنبال کردید؟ من با نوای دلنشین مادر و زخمه‌های تار پدر از کودکی با موسیقی آشنا شدم. و مادرم ترانه‌های قمر و روحانگیز رو میخوند و پدرم با تار اون رو همراهی میکرد و من از بچگی با این ترانه‌ها خو گرفته بودم و گاهی همراه مادرم میخوندم. ولی از 8 سالگی که تازه برنامه کودک رادیو تهران آغاز به کار کرده بود، دلم میخواست تو این برنامه بخونم و اولین خواننده برنامه کودک رادیو تهران شدم در 8 سالگی. و مشوق اصلی شما کی بود؟ پدر، مادر یا بله، همونجور که گفتم خانواده. مادرم، پدرم. بله، پدرم منو بردن اداره رادیو و برنامه کودک. اولین کار به اصطلاح رسمی من بود. بله. در اون زمان صدای شما تعلیم ندیده بود، فقط صدای بله دیگه، من 8 سالم بود، کودک بودم. بله، ترانه‌های قدیمی که مادرم میخوندن یاد میگرفتم یا اینکه ترانه‌های بنان، دلکش رو تقلید می‌کردم. واقعا عالی. شما بعد که شروع کردید به تعلیم گرفتن پیش کدوم یک از اساتید شروع کردید؟ بله، بعد دیگه کم کم بزرگتر شدم و 11 سالم که بود پدرم گفتن اگه می‌خوای موسیقی رو ادامه بدی باید به طریق درست باشه. این بود که منم به این خاطر برنامه کودک رو ترک کردم و پدرم معلم آوردن منزل ما، معلم آواز آقای وحدانی. ولی بعد از این مدت این تعلیم قطع شد و پدرم منو به هنرستان آزاد موسیقی ملی گذاشتن و اونجا تحت تعلیم استاد محمود کریمی بودم. استاد کریمی. بله، البته اولش استاد دوامی بودن، عبدالله دوامی. که استاد آقای کریمی بودن، ولی ایشون بعدها به علت کهولت پیری دیگه تعلیم رو کنار گذاشتن و آقای کریمی به تعلیم ما پرداختن. در همین دوران در هنرستان تصانیف قدیمی استاد امیرجاهد و محمد علی امیرجاهد که آهنگساز ترانه‌های قمر بودن در اون سالها، ترانه‌هاشون رو به من یاد دادن و این افتخار رو من داشتم که با استاد امیرجاهد هم کار بکنم. بله. شما الان از هنرستان صحبت کردید. در اینطور که من متوجه شدم همزمان تحصیلات معمول خودتون رو هم انجام میدادید و هنرستان هم میرفتید. چطور وقت پیدا میکردید برای این کار؟ بله، من در واقع از اواخر دبستان، یعنی سال 6 دبستان بودم، شروع کردم به هنرستان رفتن. بله. روزا بعدها دبیرستان میرفتم و شبها هنرستان و درسامو فقط صبحای زود میخوندم. یعنی من به عشق اینکه شب برم هنرستان تمام صبحای زود رو من درسامو میخوندم و شبها رو در هنرستان میگذروندم. واقعا قابل تحسینه. و شما پس چطور شد که دنبال حرفه خوانندگی به تنهایی نرفتید و تصمیم گرفتید که حرفه پزشکی رو هم در کنار اون دنبال کنید؟ چی باعث این شد؟ بله، من وقتی ردیف آوازی رو در هنرستان تموم کردم دیگه تقریباً 17-18 سالم بود و همزمان هم دیپلم دبیرستان رو گرفتم. در چه رشته؟ رشته طبیعی گرفتم. و بعد
از طرف اداره هنرهای زیبا، چون هنرستان آزاد موسیقی وابسته به اداره هنرهای زیبای کشور بود، از من دعوت کردن که به اداره هنرهای زیبا برم و در تلویزیون برنامه اجرا بکنم. من واقعا خیلی دوست داشتم که بخونم، در عین حال شاگرد خیلی خوبی بودم تو دبیرستان، ولی به هر حال انتخاب کردم که برم بخونم. ولی خب در این فکر بودم که در حین آواز خوندن در تلویزیون تحصیلات دانشگاهی هم بکنم، ولی ابتدا من راه هنر رو انتخاب کردم. عشق اصلیتون هنر بود؟ بله دقیقاً، بله. رفتم هنرهای زیبا و چند ماهی، شاید نزدیک به 1 سال اونجا برنامه‌هایی داشتم، ولی بعد از یه مدتی محیط اونجا رو مناسب حال خودم ندیدم و برگشتم و در کلاس کنکور شرکت کردم و به دانشگاه تهران رفتم. دانشگاه تهران در رشته پزشکی؟ بله، دانشکده پزشکی تهران. در کنکورهای اون سال شما یادتون نیست، اصلا نبودین اون موقع. کنکورهای خیلی مشکلی بود، کنکورهای سراسری بود و من چون بلافاصله بعد از دبیرستان اقدام به شرکت در کنکور نکردم و چند ماهی و 1 سالی وقفه افتاد، بله مجبور شدم کلاس کنکور برم، ولی خوشبختانه نفرات بالا، نفر 26م در کنکور سراسری قبول شدم و به دانشکده پزشکی تهران رفتم. البته هرگز تصور نمی‌کردم پزشکی بخونم، چون من ادبیات دوست داشتم، ولی خب رشته طبیعی رو خونده بودم. بعدم چون نفرات بالا قبول شدم، به طب به این رشته سوق داده شدم. منتها علاقه داشتم، یعنی این علم برای من جالب بود. بله. اگر من اشتباه نکنم نام سروش ایزدی اسم هنری شما هست. البته من مسمای اینو میتونم وجه تسمیه‌اش رو میتونم درک کنم، چون واقعا آوایی مانند سروش ایزدی دارید، ولی میخواستم ببینم کی نامو برای این لقب رو برای شما انتخاب کرد و آیا ما اجازه داریم اسم واقعی شما رو هم در این برنامه بگیم یا نه؟ خواهش میکنم. من سوسن مطلوبی هستم، اسم اصلیمه، و بعدها در دانشکده پزشکی که تموم شد من تخصص کودکان رو در ایران شروع کردم و از اونجایی که همیشه ذوق خوندن داشتم و همیشه امتحان میکردم محیط هنری رو، این بار از طرف گلچین هفته رادیو آقای ابتهاج هی الف سایه از من دعوت کرد که در گلچین هفته رادیو بخونم. بله، هوشنگ ابتهاج. و من این دعوت رو قبول کردم. برنامه تهیه دیدیم و نزدیک پخش برنامه بود. من اون زمان پزشک، یعنی در حین گذراندن دوران تخصص بودم و در بیمارستان‌های دولتی اغلب مراجعین ما از دهات و شهرستان‌ها بودن. از طرفی نمیخواستم که پزشک بودن من باعث یک شهرت کاذب شاید برای هنرم بشه، چون شاید اگه مردم میدیدن یک خانم دکتری میخونه این یه اثر بیشتری براشون داشت، چون من صرفاً میخواستم از طریق هنر این اثر رو مردم داشته باشم. برای همین دنبال یه نام هنری بودم که آقای ابتهاج سروش ایزدی رو انتخاب کرد و منم پذیرفتم. بسیار هم واقعا اسم زیبایی، خیلی هم واقعا برای شما مناسبه. البته اون اثر رو واقعا هم داره، یعنی نه تنها صدای زیبای شما انسان رو تحت تاثیر قرار میده، ولی همین که یک خانم دکتری با این امکانات و با این تحصیلات دنبال هنر هم رفتن، این واقعا تحسین برانگیزه. متشکرم، لطف دارید. یه چیز دیگه که میخواستم از شما بپرسم، آیا شما اشعار آوازهاتون رو خودتون انتخاب میکنین؟ و اگر خودتون انتخاب میکنین، آیا این اشعار رو به گونه‌ای انتخاب میکنید که حامل پیام‌های اجتماعی هم باشند یا نه؟ والا ترانه‌هایی که میخونم، ترانه‌های جدیدی که برای من ساخته شده، طبیعیه که اون آهنگساز انتخاب کرده اشعارشو، ولی اشعار آواز رو خودم انتخاب میکنم. خب بیشتر از سعدی، حافظ و خب شاعرای معاصر را هم میخونم، ولی سعی میکنم طبق همون به هر حال یه هنرمند متعهد و اصیل باید تاثیرپذیر از اجتماع باشه، یعنی نمیتونه خودشو از اجتماع دور نگه داره و فقط در رویاها باشه. و حتی تو شعرهای حافظ مضامین اجتماعی خیلی زیاد هست، دنبال اونا میرم، یا به هر حال شعرهای جدید هست. از در سیدی اخیرتون از آقای نادرپور و همچنین از فریدون مشیری مثل که دوتا بله اون از شعرهای جدید بودن. بله بسیار اشعار قشنگی بودن که خب با ترانه گذاشته شده بودن و من اونا رو خوندم.
ولی خب در عین حالم این اعتقاد دارم که یه هنرمند به هر حال یک خبرنگار نیست که بخواد روزانه اخبار رو گزارش بده و اینو تو کارش بیاره. اینه که به طور کلی باید یک برداشتی از اجتماع و اون مسائلی که در اجتماع میگذره، دردهای مردم، مشکلات مردم به هر حال باید باشه. یک رنگی باید باشه تو این هنر. حتما من معتقدم. خب برای آینده چه گام‌هایی رو در نظر دارید که در راه اطلاع هنرتون بردارید؟ چه نقشه‌هایی رو دارید برای آینده؟ بله، من الان جدیداً در حال آماده کردن یک کار جدید هستم، ترانه‌های جدید هست و بعد هم تصمیم دارم که ردیف خوانی آواز بکنم. برای اینکه استاد کریمی آوازایی رو خوندن، ردیف خوندن و بسیار کار با ارزشی از خودشون به جای گذاشتن. ولی مسئله صدای زن فرق میکنه. گامی که میخونن اینه که شاید برای خانوم‌هایی که میخوان شروع کنن تعلیم آواز از طریق کاست خیلی قابل استفاده نباشه. اتفاقا این خیلی جالبه که شما مطرح کردین، چون من کلاس آواز اخیراً شروع کردم، یعنی چند ماهیه که شروع کردم و از روی نوارهای استاد کریمی کار میکنم. و این واقعا شما صحیح میفرمایید، برای زنها باید حتما صدای زن باشه. ولی چون پرده بالا و پایین هست یه خورده گمراه کننده میشه و این واقعا گام مثبتی میشه در راه آواز. این البته وقت میبره، زمان میبره، چون حجم کار بسیار زیاده، بعد ضبطش طول میکشه و بعدم سعی میکنم اینو تو هم با یه ساز بخونم که هم اون کسی که میخواد تعلیم خوندن رو بگیره و هم اون نوازنده بدونه که چجوری ساز و آواز با هم سوال جواب میکنن. این یه مسئله مهمیه در آواز سنتی. یه کتاب هم دارید در مورد تجربیات هنری خودتون می‌نویسید که در عالم هنر بر شما چه گذشت؟ بله این کتابم که آماده خواهد شد. این کتاب من امیدوارم به زودی بتونم به چاپ برسونم. بله. در این کتاب هم از آغاز تا کنون کارهای هنریمو گفتم و یه مقدار زیادی از تاریخچه موسیقی، مدارس موسیقی و یه مقدار جنبه تاریخی هم داره این کتاب. بله. خب شما کنسرت برای ما نخواهید گذاشت، چون برای ما مثل این که در لندن از شما محروم بودیم و بقیه از شما سهم بیشتری داشتن. خیلی واقعا مشتاق هستیم. مطمئنم بسیاری از عزیزان مشتاق خواهند بود که به کنسرت شما بیان، صدای شما رو از نزدیک بشنون. متشکرم از لطفتون. به هر حال من این بار فقط برای دیدار دوستم آمده بودم. اصلا قصد اینم که آشنایی با شما و این تلویزیون به هر حال سعادتی شد برای ما. امیدوارم به هر حال در آینده کنسرت اینجا بذارم. قبل از اینکه ما این مصاحبه رو به اتمام برسونیم، شما اگر آمادگی داشته باشین و اگر مشکل نباشه براتون، ما خیلی دوست داشتیم یه زمزمه از یکی از آهنگاتون رو بشنویم. امکان داره؟ بله، خواهش می‌کنم. خب حالا که در این صحبت استاد امیر جاهد شد، من ترجیح میدم یک ترانه از استاد امیر جاهد بخونم که سالها پیش این ترانه رو قمر با صدای جادوییش در صفحه گرامافون با تار امیر ارسلان درگاهی خونده بود. به نام امان از این دل. بله بفرمایید. این ترانه رو من سالها پیش در گلچین هفته رادیو خوندم و در کنسرت‌های مختلف هم خارج از کشور اجرا کردم. بگوشیم. خواهش می‌کنم. امان از این دل که داد، فغان از این دل که داد، به دست شیرین عنان فرهاد، به دست شیرین عنان فرهاد، که سر به حسرت نهاد، که سر به حسرت نهاد، به کوی معشوق خویش و جان داد، به کوی معشوق خویش و جان داد. امان از این دل که داد، امان از این دل که داد، به دست شیرین عنان فرهاد، به دست شیرین
شده